اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن. این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آن است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام. و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ها ببین که امروز اگر چنده که دشمنای اسلام دین ما را به دین تروریستی و دیگر حواله میکنن، آن کسانی که این سخن نسبت دین ما میگن خود اونها تروریست هستند. چی جای تروریستی دارد دین اسلام؟ در وقتی که همین بایزید بسطامی را من به شما یک قصه شا بگم. از بسطام حضرت در میانش یک تخمی را بست میگرد برای در راه خوردن. اسلام آداب شبین، رحم شبین. آمد به شهر حمدان رسید. بین چند صد کیلومتر طی کرد. وقتی که در یک حمدان نشست خواست که همون تخمی که همراه خود آوردگی بود برای استفاده کند، نگاه کرد که پر مورچه هست. حضرت نگاه هم تا پیچوند، گفت این مورچه های همون شهر باستان هستند. شهر بستام همین مورچه ها از شهر بستام آمدگی هستند. این من اگر در شهر حمدان حاضر اگر اینها را من کشاده کنم، اینها همه سرگردان می شوند. اینها را باید شهر خودشان بردن در کار. حضرت پس گشتن بستام آمدن همون مورچه ها را در شهر خودشان کشادن. ببین این رحمه بی انصافه بی اسلام. ببین چگونه دین است. دین ما و شما دینی نصیحت است، دیگر هیچ چیز ندارد.